تعداد نفرانی که از تاجیکستان رو به مهاجرت آورده‌اند دوباره افزوده است. در 9 ماه سال جاری بیش از 411,000 نفر شهروندان تاجیکستان برای کار در خارج خاک کشور را ترک کرده‌اند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته افزایش 26% را نشان می‌دهد. این آمار در حالی است که امام علی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان چند روزک پیش اعلام کرده بود که حکومت توانسته است مهاجرت مهنتی را کاهش دهد. رئیس جمهور کاهش شمار مهاجران در سال گذشته را به ایجاد بیشتر جایهای کاری در کشور نسبت داده بود. اما وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بالاروی سطح مهاجرت کاری طول ماه‌های ینور سپتامبر را به بهتر شدن شرایط کار برای مهاجران، وارد شدن تغییرات به سازشنامه درباره فعالیت مهنتی و حفظ حقوق مهاجران کاری و همچنین افزایش رشد اقتصاد روسیه ربط داده‌اند. حالا معلوم می شود سبب کاهش سال گذشته ربط به جای کار در کشور نداشته، بیشتر عامل‌های بیرون داشته است. طبق گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودا بیشتر از همه مهاجران کاری ماه اپریل کشور را ترک کردند. شمار بیرون رفتگان در این ماه 90,000 گفته می شود. اما با وجود افزایش شمار مهاجران کاری، انتقال پول به کشور از طرف آنها کمتر شده است. طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه در 6 ماه سال جاری مهاجران از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 111 میلیون دلار را ارسال کردند که نسبت به همین دوره سال قبل 4.2% کمتر بوده است. در نیم سال اول سال گذشته مهاجران به کشور 1 میلیارد و 159 میلیون دلار فرستاده بودند. کارشناسان امور مهاجرت دعوای وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان که بالاروی سطح مهاجرت کاری را به بهتر شدن شرایط کار برای مهاجران و افزایش رشد اقتصاد روسیه عنوان کرده است، بی‌پایه می‌دانند. نسبت اون که میگویند که در روسیه خیلی درآمد خوب شده است و به سطح پیشینه گشته است، این یک دروغ منطقی می باشد. از اون که شهروندان تاجیکستان در روسیه زیاد هستند و فرستادن پول مبلغ کم شده است، این معنای آن را دارد که کار نیست و مهاجران مجبورند که مبلغ کمتری فرستند و قسم زیادی مهاجران شاید که کاری هم نداشته باشند و ماهای دراز هم در روسیه بیکار میگردن. از این خاطر منطقه گفتن از اون که در روسیه کار خوب است و مهاجران از این خاطر صفشان زیاد است، این به منطق درست نمی‌بیاد و عموما نادرست میباشد. باز هم میگویم که اصلا کار کم است و قسم زیادی مهاجران کار ندارن. از این جهاز پولی که به وطن میفرستن کم شده است. از سال دیگر که باز پول پتن پولی رو خصوصا در شهر مسکو که بالا میبرن، باز با گفته می شود که شاید که کمی دیگر شود و قانون شکنی زیادتر می شود و ممکن که شهروندان زیادی رو هم اخراج کنند. باید اینجا به چند عامل‌های اشاره کرد که با وجود زیاد شدن تعدادی به مهاجرت روی آوردگان، حجم ارسال مبلغ مهاجران کاری به تاجیکستان کاهش یافته است. سراول مهاجرت خانوادگی به روسیه به شدت افزایش یافته است. بعداً بنابر کمیسه زیادی بانک‌ها و با قرب پایان‌تر از قرب بانک ملی تاجیکستان حساب کردن مبلغ‌های انتقالی، مهاجران راه‌های دیگری انتقال را پیش گرفته‌اند. دیگر اینکه منع کاری مهاجران در چند ساحه در روسیه باعث درآمد کمتر گرفتن مهاجران تاجیک شده است. کارشناسان امور مهاجرت همچنین پیش بینی می‌کنند مهاجرت مهنتی از تاجیکستان چند سال دیگر هم در حال افزایش خواهد بود.